نن راغلیم د کابل ولایت د قره مراد بیگ سیمې ته. شما که پروسس میکنین کدام میوه‌جات است که نمایش گرفته شد؟ فی الحال که مد نظر میرسه ما زردآلو، بادام، هولترامپ داریم که هولترامپ از خندار میرسه، زردآلو هم از منطقه خودمون میرسه و بادام هم همچنان. بادام به نام ستربایی است و گیلاس هم از منطقه خودمون برداشت میکنیم. بخش مشروبات زیرا که پروسس شود و یک جوس و انرژی تبدیل شود، تو پروسس هم چیزی داریم؟ نه متاسفانه که ما شرکت ما تنها صادراتی و وارداتی است. قریشی صاحب، این فابریکه همراه شما چقدر نفران مصروف هستند؟ حدود نسل 50 نفر دارم، از هر کدامش لذت میبرم. عشقم هستن، هر فامیلی از ما فامیلیم هستن. هر لقمه اینانه که فامیلی از ما میخورن فامیلی خودم است. درنو لیدونکو سلامونه، په دې هیله چې روغ او خوشحاله اوسئ. تاسو زموږ مخکې قسمه قسم میوې وینئ، حتمي به تاسو سره سوال وي چې دا خلک چیرته تللي. نن راغلی یم د کابل ولایت د قره مراد بیگ سیمې ته. دلته مې له یو ملګري سره تماس ونیو چې دلته یو کوچنۍ فابریکه ده د ایمان طواف په نوم باندې. دوی د هر فصل میوې چې دلته په دې شاوخوا ولایاتو کې یا ولسوالیو کې موسم یې راځي، نو دوی دا پروسس کوي او داسې ویل کېږي چې نورو ځایونو ته یې لیږي. نور جزئیات تاسو ته د دې شرکت مشر سره خبرې لرم، هغه به تاسو ته د دې په اړه معلومات درکړي. دکتر صاحب ماندانا باشی، خوش آمدید برد میگم. تشکر از این که خواهش ما را قبول کردین، همراه ما و مصاحبه حاضر شدین. از اول اگر به بیننده ها خود یک معرفی کنین، بعدا سوالات دارم. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام بینندگان. ایمن قریشی هستم، بخش تجاری میوه تازه که یکان چیزی که به نظر میرسه بر شما عرضه میکنم. تشکر دکتر صاحب. اسم شرکت چی است اگر در توضیح بدید؟ اسم شرکت ایمان طواف است. حدوداً چند سال ده است که حدوداً 8 سال است که من در میوه خشک تازه کار میکنم. دیگه باز وقتی است که میوه خشک صادر میکنم و شوروی و هندوستان، و 2 سال میشه که همراه یک دوست ما به نام سعید آقا کار میکنم که میوه تازه را صادر میکنم به هندوستان. تشکر دکتر صاحب. امی شرکت چقدر وقت شده که تاسیس کردید و چقدر مصرف سرش شده؟ حدوداً 16 سال میشه که ما تاسیس شرکت خود کردیم و 5 سال حدوداً 5 سال بوده که ما آدم فعالیت بودیم، چرا که امکانات وسیعی نداشتیم، سرمایه‌ای نداشتیم که ما در شرکت خود کار کنیم. و بعد از 5 سال بعد که حدوداً 8 سال میشه که ما با فعالیت آغاز کردیم در میوه خشک. حدوداً 6 سال ما در بخش میوه خشک کار کردیم. 2 سال میشه در بخش میوه تازه کار میکنم که زردآلو، ترامپ، آلو، بادام های تازه و امثال آن هر چیزی که هست صادر میکنم و کوالیتی بهترین کوالیتی را با کشورهای. بسیار خوب، تشکر. یعنی کدام میوه را شما پیش هم نامش گرفتین مشخص اگر بگوین؟ میوه خو یک فصل مشخص نداره، هر فصل جدا جدا میرسه. شما که پروسس میکنین کدام میوه‌جات است که نمایش گرفته شد؟ فی الحال که مد نظر میرسه ما زردآلو، بادام، هولترامپ داریم که هولترامپ از خندار میرسه، از زردآلو هم از منطقه خودمون میرسه و بادام هم همچنان. بادام به نام ستربایی است و گیلاس هم از منطقه خودمون برداشت میکنیم. همین 4 میوه را که ما صادر میکنیم به کشورهای هندوستان و مسکو. به این 2 کشور ما صادرات داریم که به این 2 کشور صادر میکنیم. شما نام قندار هم گرفتین، یعنی مرکز پروسس شما علاوه از این نزدیک ولسوالی کابل که هست از دیگه ولایات هم دارین؟ جانا ما وارد ترامپکسیای مشاهده میشه، این از قندار وارد میکنیم و این از قندار وارد میکنیم. دیگه از قندار است؟ بله از قندار است. ما سردش میکنیم، روانش میکنیم به هندوستان و ایام که هست از طرفای غوربند در ما وارد میشه و بادام هم که از طرف بادام ستربایی غوربند است. زیادترش از غوربند و از هر منطقه‌ای که مناسب حال باشه ما میبرداریم. مقصد ما چی است که میوه اصیل ترین میوه را ما باید صادر کنیم، چرا که نام کشور ما دیگه بسیار مهم است. بسیار خوب.
دکتر صاحب امی میوه را شما صادر میکنین، علاوه از این میوه بخش مشروبات زیره که پروسس شوه و یک جوس و انرژی تبدیل شوه، تو پروسس هم چیزی دارین؟ نه متاسفانه که ما شرکت ما تنها صادراتی و وارداتی است. ما تنها میوه تازه را پیک میکنیم که به این سیستم پیک میشه و به این سیستم هم که پکیج یک شرکت ماست میشه و ما صرف میوه را میگیریم، میوه تازه اصیله سورت میکنیم، بهترینش بگیریم به کشورهای دیگه میرسونیم و باقی ماندهش هم با مارکت خود میرسونیم. اونجا که به کشورهای دیگه این میره فیدبکش شما میگیرین چطور است؟ مردم خوش میکنن میوه افغانستان؟ والا حدودا باز تجاربی است که عجیب غریب میوه صادر میکنن. مثلا ما زردالو داریم، اولتران داریم، بادام داریم، گیلاس داریم. متاسفانه گیلاس اینجا موجود نیست. گیلاس در باغات زیر درخت‌ها سورت میکنیم. نازک از دیگه تا اینجا که می خراب نیست. باغات از گیاز و درخت برداریم بیایم پیکش کنیم بریم صرفخانه. اگر ان شاء الله میریم ان شاء الله رحمان. ما 3-4 جای پیک داریم که پنجشیر، ارغنده و پغمان. 3 جای سر داریم. هر وقت که شما زمینه را مساعد دیدین ما در خدمتتون هستیم. ما این صادر میکنیم و اصیل ترینش صادر میکنیم که چرا که ما اصلا از اینکه با ما فایده برسه مهم نیست. با ما مهم این است که کشور ما رشد کنه و میوه کشور ما در تمام دنیا رشد کنه و نام افغانستان ما در سر دنیایی که باشه به نام زیبا یا چهار بفهمن که این میوه مربوط افغانستان ماست. خیر ببینی قریشی صاحب، این احساس نیک شما از خدا برای تجربتان. قریشی صاحب این فابریکه همراه شما چقدر نفرا مصروف هستند؟ در حدودا ما 2 شریک هستیم، یکیش به نام سید آقا بیادر میگه میشه که بیادر ماست، 60 نفر با اونا کار میکنه، حدودا 50-55 نفر با ما کار میکنه، حدودا 150 نفر میشه و ما اصل ترین مهمترین موضوع مهمی است که 150 نفر فامیل که ما یک جای بچلن یعنی چی شوه که مظهر خدمت و فامیل شویم، یعنی یک ماش برشان یک لقمه نان حلال پیدا کنن و این که با ما فایده میمونه، یک سال فایده میمونه، یک سال نی. چرا با امسال اگه فایده بانه نمونه؟ به خاطر از اینکه ما قیمه میوه صادر میکنیم به هندستان. پیسه ما حدوداً 1830 افغانی ما میشه 1000 هندی. اگر پس هر چقدر پیسه با ما بیه باز با ما کدام مفاد نیست. فقط مشکل مفاد اصلی ما است که 150 نفر 160 نفر که با ما کار میکنه، این میو با ما یک چیزی میشه که لقمه حلال و اگر با ما یک چیزی میمونه و نمیمونه مش مهم. خیر میبینی قریشی صاحب، خدا برای تجربه که یک احساس وطندارا همراهتان است. قریشی صاحب شما دیگه گفتین که تقریبا 15 سال میشه مصروف کار هستین. این سال حاصلات چطور بود نسبت به سالهای گذشته؟ والا حاصلات خب معمولا خوب است. صرف مشکل چی است که ما که صادر میکنیم و پیسه افغانی خود صادر میکنیم. وقتی که ده پیسه افغانی ما در مقابل پیسه دیگه کشورها بالا باشه، بخوای نخوای دلار باز به وجود دلار تبدیل میشه و دلار که تبدیل میشه با ما که میرسه یک چیز ناچیز میرسه. و 2 سال میشه که ما دلار ما در پایینه، دلار در کشورهای دیگه بالاست. یک پیسه میرسه که به کارگرها برسه، پیسه باغدارا برسه. دیگه با ما یک چیزی که میمونه نمیمونه. ما از این راضی هستیم که 150 نفر که کتاب کار میکنه، اینمی که با ما افتخار است و ارزشمند است. ان شاء الله برکت است دی اتمی. انجینر صاحب شما دمی بخش پروسسی از این وسایل ابتدایی استفاده میکنین یا کدام ماشینای پیشرفته هم دارین؟ والا ما معمولا میوه داریم. مثال ما زردالو میوه داریم. همین زردالویی که ما اصیلش می‌بردیم، داده دونه یک دونه اصیلش می‌بردیم، چرا که و ما ارزش کشور ما بیشتر از سرمایه‌ای که به ما میاد. وقتی که ما به کشور ما همین زردالوی خود به کشور دیگه صادر میکنیم، یک افغانستان نامشات میشه. ما مقصد ما این است که یک چیز زیبا و اصیل، زیباتر یک چیز وارد کنیم که مردم اعتراض سرش نگیره و این یک فایده برای ما بونه، نمونه مشکل نداریم. ما مقصد ما این است که همون زیباترین جنس خود بر دیگه کشور آز. در این بخش قریشی صاحب شما در بخش پروسس با کدام مشکلات مواجه هستید؟ والا معمولا ما مشکلات ما این است که ما مثال اگر پیسه ما در مقابل دیگه کشورها به فضل خداوند، مرحمت خداوند یا هر چیزی که شما فکر میکنین بالا است و ما در این بخش صادرات خود متاسف به این هستیم پیسه بالای ما که در مقابل دیگه کشور میره و اون پیسه که بعد
دلار چنج بشه پس برای ما روان میکنه، یک چیز ناچیز است. ما صرف هم میتونیم که پیسه کارگرای خود، پیسه باغدارای خود برسانیم و ما متاسف به هستیم به خود ما کدام ثمری نیست، مگر میگه که 150 200 نفر در پولی محرم است، می با ما راضی شد. بسیار خوب. امسال قریش سه با حاصلاتی که شما گفتین در پنجشیر، پروان از یاد ولایت، حاصلات کل ولایت خوب بود، چطور بود؟ حاصلات در مجموع خوب است. هر سال کوشش میکنن که هر باغدار کوشش میکنه بهترین حاصلات برای خود به دست بیارن و ما کوشش میکنیم بهترین اصیل ترین جنس زیرآور داریم. مگم مشکل مادمی است که ما اگر صادر میکنیم زحمت میکشیم مقابل ما پیسه ما در مقابل دیگه کشورها بالا است. ما اگر روان میکنیم با هندوستان 10 لک افغانی، در اوجا مشکل دیگه است که 2 لک افغانی در 10 لک افغانی فرق ماست. با ما یک چیزی میایه یا نمیایه، مگم باغدارا کل اینجا کوشش میکنن که بهترین میوه، بهترین اصیلترین میوه خود با ما عرضه کنن، مگم متاسفانه که با ما تجارت چیزی به دست میایه یا نمیایه. به کسایی که کار میکنن در بخش ما و ای باغدارای ما کار میکنن و باغدارای ما زحمت میکشن، زحمتشون بی ثمر نمیمونه. فقط صرف مشکل مویی است که با خود ما چیز نمیمونه. با خود ما حدوداً که اگر 10 لک رو صادر کنیم 12 لک دیگه کشور میشه. اگر ما 1000 مثال برات بگویم، اگر این پکیج برات صادر کنیم 500 افغانی، 600 افغانی اگر با هندوستان بفروشن پیسه خود ماست. اگر 700 افغانی بفروشن 10 روپیه یا 20 روپیه فایده میکنه. ما مشکل مادمی است. دیگه تبادله اسعار است. تبادله اسعار با ما یگانه چیزی است که بسیار به ما رنجاور مشکل ساز شده، تبادله اسعار است. قریش صاحب یک پرسان شخصی وارد میکنم. زیاد مردم که یک ذره سرمایه پیدا میکنه یا یک چیز زندگیش خوب میشه میره در خارج سرمایه گذاری میکنه، خصوصا دمی وقتا دمی 3 سال. شما چرا بیرون نرفتین جمان بید؟ اگر من براتون بگویم که من حدود 18 نفر فامیل دارم و در 18 نفر 1 نفر در افغانستان هستم، تنها هستم و 17 نفر فامیل ما در لندن زندگی میکنه. ما صرف در افغانستان زندگی میکنم، تنها افغانستان زندگی میکنم. من جایگاهی که میبینین شما از پدر از برای من و افتخار به این میکنم که ما با 4 نفری که در پولی کار میکنن و به میاب رسم. روحن آرام است و بسیار لذت میبرم. هر کسی که ما کار میکنه در زمانش پیسیش برس میرسه، اینمی باعث افتخارم است. مرا بسیار فامیلاشل هستن که کل فامیل ما میتونم که اگر بخواین که مثلا در 1 ماه دیگه برم لندن، مگر متاسفانه ما این نمیخوایم. ما 4 نفری که در بغل ما کار میکنن، در پولی ما کار میکنن، در شرکت ما کار میکنن، اینمی باعث افتخار ما است. لذت میبرم از هر کسی که ما کار میکنه، لذت میبرم. حدود 50 نفر دارم، از هر کدامش لذت میبرم. عشقم هستن، هر فامیلی از و فامیلیم هستن. هر لقمه اینانه که فامیل از و میخورن فامیلی خودم است. تشکر قریش صاحب. به عنوان یک پرسش اخیری چی پیغام دارین به اون مردمی که بیرون سرمایه گذاری میکنن و بعد چی پیغام داری که این بخش پروسس همراه شما کدام کمی کاستی باشه، اونا موساد چیز همکار باشه؟ بس افتخار ما که در هر کسی که در کشور زندگی میکنه، افتخار ما این است که بیادر حدود 1 میلیون نفر ما در اروپا زندگی کنه، مانه $100 ما کنه $100,000,000 میشه. این به کل ما شما معلوم است. اینمی بهترین یک افتخار با ما که پیسه ما در مقابل پیسه دیگه کشور بالاست. اگر ما توان کنم فایده کنم به ارزش نداره. این که پیسه ما در مقابل دیگه کشورها بالا هست، یعنی بسیار ارزشمند است برای من. و دوم دیگه مردمایی که در 1 میلیون 2 میلیون که در اروپا زندگی میکنن، از امیا خواهش میکنم که بیادر اگر $100 به فامیل خود کمک میکنن، $200 کمک کنن. اگر پیسه ما در مقابل پیسه هندوستان 800 پس باید 600 ما 1000 از باشه. این باعث افتخار ماست. و هر کسی که در اروپا، در آسیا، در هر کشور زندگی میکنه پس به افغانستان خود کمک کنه، نمیام باعث افتخار ماست. تشکر قریش از این که مسئولیت هم زاد داشتین و همین دعوت ما را قبول کردین، همراه ما چند دقیقه مصاحبه کردین. از شما تشکر میکنم. نگاهی محصولات وطن است و خوردن زیان بکار است بدون شک. و جایی که صادر میشه اونا هم بفهمن که وطن شیرین ما همینطور خوب زمین داره، خوب هوا داره و خوب آب داره که اینو تو شیرین میوه و ما شما هدیه میکنه. درنو لیدونکو،
زموږ خپرونه تر همدې ځای وه. له قریشي صاحب مننه چې موږ ته یې وخت راکړ. تر هغې چې بیا د یوې متفاوتې خپرونې سره ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تر هغې مو په الله سپارم. هر ځای چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.